نمه و علی رهبر یا راهبر نمیدونم، چیزی که علی رضا افتخاری میخوند مطرب بیا چنگی بزن، چیزی که من میشنیدم محسن بیا چنگیز بزن. این مخصوص خودت بود، درام مشخصه کاملا کاستومایز شده. از همز داشتی اشتباه میشنیدی. ولی اولا که امین جان راهبر نه، همون رهبر درسته، همون گزینه اول که گفتی درست بود. ثانیاً محسن جان کسی که بچه باشه خب بچه چی میدونه مطرب چیه. من اون چیزی به عنوان بچه میشنیدم همون محسن بود دیگه. تا سالها هم میگفتم محسن بیا چنگیز بزن، با اینکه میدونستم شاید اشتباه باشه، ولی نه هیچ چیز کاستومایز شده ای نه. و حالا بیا چنگیزو بزن دیگه اگه میتونی. مشتاق خطش کنم. آقا بازی فردا بعد مدت ها داریم میریم از رودی. فایر ولی یه برام جواب دیگه واق بگرد دارم واق داریم میزنیم. چه قبیله آرست. و به عبارتی میگن فردا هوا بارونی، یه تعدادی خیلی جالبه. الان گرخیدن از الان. چی آخر بارانه دیدی؟ آخه جالبیش اینه که این همه مدت هیچ وقت بارون نمیاد. الان هوا صاف. نگاه کن ابرم که هست شوش مسخاله. خیلی جالبه. هیچ ما میخوایم فیلم بگیریم تمام اتفاقات و بلایای طبیعی میفته. بارونا همش بازی داماشه. خیلی جالب خوبه، من میپسندم. هرچند کار ما خیلی سخت میشه. باش داماش شهر باران دیگه یه دلیلی داره. واسه پوشش خیلی سخت میشه ولی باحاله. از وقتی این جایگاه ابر طوفانی زده اینطوری شد. چمنشون خراب نشه. زحمت خدایی من رفتم دیدید اینو دارم بدون شکر چمنو دیدم خیلی خوب شده. انصافا فردا میرینیم توش. ما چیکار بکنیم؟ ما تیم اون چمن هزار نگم. چمن خیلی خوبه، در حد آسیاست، برترین چمن تاریخ. نه جدی اینا علی داره شوخی میکنه. سانتیاگو برنابئو. ولی چمن واقعا خیلی خوب شده. انصافا خوب شده. تو این 2 ماه معلومه واقعا روشون کار شده. ولی خب امیدوارم این حفظ بشه دیگه. یعنی میدونم هزینه برداره، قاعدتا هم باید برای این چیزا هزینه کرد که چیزی راضی کننده باشه، ولی ولش نکنن دیگه. ظاهر چمن خیلی خوبه. من خب از نزدیک ندیدم ولی 2 روز پیش دیدم که عکساش هم فرستادم. خب خیلی رسانه‌ها هم کار کردن. واقعا چمن خوب، یعنی معلومه روش کار شده، وقت گذاشته شده، ولی کاش که همیشه این اتفاق بیفته. چمن خوبی داشته باشیم یا ما چیزی زیادی نمیخوایم. خب به نظرت بازی 0-0 رو فردا چند میشه؟ 0 هیچ به نفع داماش. خب هست به نفع ماست، مهم همینه. چقدر خوبه که برگشتیم دوباره به ازودی و یه سکوی بروز شده داریم. تو مدتی که نبودیم این اتفاقی که افتاده و اینجا صندلی داره و شاید بالغ بر 1000 نفر بتونن حداقل اینجا بشینن. یکی از تغییرات مثبت این چند وقت اخیره. امیدواریم که خوشیوم باشه. امیدواریم که سکوهای کناریش هم به همین شکل درست بشه و یک بار دیگه ما استادیوم ازودی رو کامل ببینیم. و از حق نگذاریم نسبت به بازی آخری که اومدیم اینجا و در این زمین بازی کردیم چمن پیشرفت چشمگیری داشته و امیدوارم که همونطور که پیشرفت چشمگیری داشته بعد هر بازی نگهداری درستی هم ازش بشه تا تیم ما هوادارمون مجبور نباشن دوباره به سردار جنگل تبدیل بشن. این ورم نشانه‌هایی از تغییر کم کم داره مشاهده میشه و شاید سکوی بعد اینجا باشه، کسی چه میدونه. به نظر استارتش زده شد. جالب. یه 9 سالی است که مسابقه رسمی با پیکان نداشتیم. آخرین بار که با پیکان بازی داشتیم تو همین استادیوم بود.
در فکر کنم دی ماه 94 بود در لیگ 1. تو اون بازی ابتدا با گل مصطفی حاجتی از روی نقطه پنالتی ما جلو افتادیم، بعد تیم پیکان تونست بازی رو برگردونه 2-1 برنده شد. فکر کنم فصلی بود که پیکان موفق شد صعود کنه به لیگ برتر و ما سقوط کردیم به لیگ 2 و بعد دیگه داستانای دیگه هم شروع شد. مدت زیادی میگذره، نزدیک 9 سال شده. بازی بود که علیرضا جهانبخش بعد مدت‌ها برگشته بود به این استادیوم و مورد تشویق هوادارا قرار گرفت. در صورت هیچ کدوم از نفراتی که توی اون بازی در ترکیب دو تیم بودن الان در ترکیب دو تیم حضور ندارن. در مورد داماش که به قطع میتونم بگم، اما در مورد پیکان تقریبا مطمئنم که نیستن هیچ کدوم. توی دوران متفاوتی از فوتبالمون هستیم، دوران متفاوتی از زندگیمون هستیم. خیلی چیزا نسبت به بازی آخری که با هم داشتیم تغییر کرده و به رغم اینکه توی برنامه‌های قبلی از مساوی‌های 0-0 رو گلایه داشتیم، بالاخره داماش تونست خارج از خونه تیم شهدای آستار رو 3-2 شکست بده. یه بازی خوب انجام داد، خوب تونست گل بزنه و حالا یه اتفاقاتی بعد بازی افتاد، یه اعتصابایی انجام شد. زیاد نمیخوایم بهش بپردازیم، مهم اینه که ببینیم تو این بازی عملکرد تیم چطوره و امیدواریم که اولین برد خانگی فصل امروز به دست بیاد و داماش مسیر رو به رشدی رو طی کنه. میدونیم که مشکلات زیادی گریبانگیر تیمه و به موقع به اونها میپردازیم. این سیاوش قمیشی ما رو رسوا کرد. چشای منتظر به پیچ جاده میخونم اوه که دیگه فرنگیست، عشق تو نابودم کرد، نه داغونم کرد. رفتم جانی عوض کن آموسا بریم دیگه. بریم انشالله. چند یکیش بریم انشالله. مواد به کجا رسید علیرضا؟ دوست داری به کجا برسه؟ با دیگه داره کم کم میرسه به جای باریک. کلاه چیز میذارم، کلاه کت میذارم دیگه، شدم با خوشی زوم. این 0-0 امروز چند میشه؟ به نفع 0-0 به نفع کی؟ پوریا چون میگفت 0-0 میشه به نفع داماش. میتونه درست باشه. پوریا اومده با مباحث اختصاصی در مورد چمن. میخوام اینو بگم که میشه کار رو درست انجام قبول داری علی؟ اگه بخوای انجام. آره دیگه اگه بخوای. چمن الان خوبه دیگه، از اول همینجوری باشه چه اتفاقی که چی مثلا؟ سکوت سرشار از ناگفتنی هاست. این چتر آفتاب تو دوست. چتر آفتاب. فصلی میکنم. چتر آفتاب از روش رد شد. واسه اونایی که خیلی سوسولن موقع آفتاب چسبید. عقلشه دیگه، عقلشه. الان باید آقای الماسخالی بدونه بگه. فصل من تا یه مجاوز هم علی تونی هستم از سنیج سنیج هم هست. به نام خدا بینندگان جان آغاز میکنیم. اینقدر نزدیک تو دوربین نگاه نکنید. بازی امروز 0-0 نفع کی میشه بس؟ من که دیشب گفتم 0-0 نفع داماش. نه 0-0 به نفع منطقی بیایم فکر کنیم. خب داماش سال 2 تا برد داشته، یکی مقابل تیم آخر جدول، یکی اونجا آخر یا 3 تا بود. میتونه پایین سوم این الان چهارم جدول مرده، ببره میشه دوم. شوخی نیست. در مورد واقعا چی بگم ولی خدای به نظر امروز آزاده همیشه همین حس رو داریم ولی از زبان جمله خوبه. 0-0 به نفع داماش. 0-0 ولی نه زورمون نمیرسه. امیدوارم ولی واقعا امیدوارم روز باختن خیلی زایه ولی مساوی بگیریم باز خوبه. باخت بعید میدونم. گنده هاشم نشونستن.
برده سوم دیگه حتما فیلم میگیری عکس نمیگیری فیلم میگیری بگیر آقا بچه ها تو بازی آسلا گفتم به خاطر من این بازی خواهشم به خاطر من بودی به خاطر من از این لحظه سوت آغاز بازی به صدا در میاد و موقع بازی هم بارونیا خورده شدت گرفته. بریم که یه بازی خوب داشته باشیم با یه نتیجه خوب به امید خدا. یعنی بالاخره تو خونه میبریم. شما چی فکر می‌کنید؟ پیکان یکم فشار رو سریا دارن جابجا میشن میرن رو سکوی تازه افتتاح شده. خب یک نیمه رو همونطور که پیش بینی میشد 0-0 شد. نیمه دوم تغییری ایجاد میشه یا نه. بالاخره اینجا افتتاح شد. امیدواریم به خیر و خوشی ازش استفاده کنیم. درود بر خوب بازی کردیم. سلام. بابا آخرین بازی که اومده بود جام حذفی بود که ابوزن توپو زد به تیرک و ما باختیم. الان بعد از این همه سال با اینکه مریض و اینا ولی دیگه اینقدر اصرار کرد گفتم باشه با خودم آوردنش ورزشگاه اون بالا و بالا نشستیم. آفرین. اینجاست بالای بالا. آره چه خوب. بازی هم سوال بعدی دارم جواب بده. بازی هم ما امروز نیمه دوم بازی رو 2-1 میبریم. 2 تا گل میزنیم. قربون پیش بینید ما اینجا چی داریم؟ بیف استراگانوف داریم. بچه‌های شهر باران دارن
حملات پردامنه داماش این تیم پیکان بود که به گل اول رسید. با بازی که از داماش می‌بینیم احتمال اینکه بتونه جبران کنه هست. متاسفانه گل دوم هم پیکان میزنه روی یک ضد حمله روی ضربه کاشته و متاسفانه داره بد پیش میره و اینجا شاید داره اون جایی که در مایه واقعی تیم داره مشخص میشه. و مثل اینکه واقعا تیم پیکان سوراخ تیمو پیدا کرده. اینم گل سوم. اقتدار پوشالی داماش که پشت مساوی‌های پیاپی و باخت کمش مخفی شده بود تو این بازی فرو ریخت تا همه بفهمن اوضاع از چه قراره. گوشاتو باز کن های نعیمی، گوشاتو باز کن. مشتارو بعد از مرگ سهراب حالا پنالتی برای پیکان. پیکان گل چهارم هم زد. حالا این وسط یه فکتی هم بهتون بگم، حدوداً 14-15 سال بود که ما توی رشت بالای 3 گل نخورده بودیم که این رکورد هم از بین رفت. سوت پایان بازی هم به صدا در اومد. داماش امروز به معنای واقعی آشکار شد حقیقت واقعی. و دیگه وقتشه که هر تغییری قرار انجام بشه. خیلی از جاشون تو این تیم نیست و باید شاخ محبت از سرمون بکشم. متاسفانه روز خیلی بدی بود. و داماش به معنای واقعی داشته‌هاش آشکار شد. شاید اینکه بگیم باخت کاملا به موقعی بود کلیشه‌ای ترین جمله باشه، ولی کاملا باخت به موقعی بود. هر چقدر که تغییرآمیز و بد بود اما به جا بود، سزاوار بود. ما تا ابد نمیتونستیم پشت یه سری مساوی ضعیف قایم بشیم. بازیایی که ضعیف عمل میکردیم و مساوی میگرفتیم قایم بشیم. به هر حال باید وضع واقعی تیم آشکار میشد و در این وضع واقعی تیم خیلی تقصیر دارن که شاید مقصر اصلیش هم مالک تیمه و کسی که در رأس کادر فنیه و تا الان نشون داده که چیزی برای ارائه نداره و هیچ کس هنوز نمیدونه با چه رزومه‌ای با چه پشتوانه‌ای اومده و یهو سرمربی تیم مثل داماش در لیگ 1 شده
خیلی سوال ها وجود داره، خیلی سوال ها وجود داره و من احساس میکنم هممون تا حد زیادی مدارا کردیم، شاید با این دیدگاه که دیگه کسی دیگه ای نیست. اما بزرگترین دروغگوها کسایی هستن که به مردم میقبولونن که به جز خودشون هیچ ناجی و دادرسی وجود نداره. اما سوال اینه که آیا شما باور میکنید